هوش مصنوعی میتونه فرایند آموزش رو تسریع بکنه یا میتونه تولید محتوای آموزشی رو برای ما ساده تر بکنه. مثلا من اگه بخوام یک موضوع آماری مثل زد اسکور رو یا نمره زد رو تدریس بکنم، نیازمند یه سری مثال های ساده هستم. میتونم به هوش مصنوعی بگم که لطفاً به من، حتی به فارسی هم میتونم بهش بگم که لطفاً بهم مثال هایی بده که بتونه زد اسکور رو به من نشون بده. مثال ساده بهمون زده، فرمولش رو بهمون داده و هر بخش از اون فرمول رو برامون توضیح داده.